بیایید میخواهیم بودجه سالانه را تقسیم کنیمندی. آخ جون، انشاءالله خدا به بودجه تان برکت بدهندی انشاءالله. انشاءالله مرض، مگر در خزانه سکه‌ای مانده که اینطوری ذوق میکنی؟ خب بگویید ببینمندی چه هزینه‌های ضروری داریمندی؟ کت خدا آقا، برای زدن اهالی فتنگر نیازمند ترکه آلبالو هستیمندی. تیر و کمان هم لازم است تا به سر و کله اهالی اغتشاشگر هم بزنیمندی. آورین باشد. بیا 100 سکه برای تو. کت خدا آقا، در هوساباد و لبناباد و بغداباد به شرشر افتاده می باشندی، باید برایشان سکه بفرستیمندی. آهان درست میگویی. بیا 200 سکه هم برای تو. کت خدا آقا، گاوهای طویله تان از یونجه خوردن خسته شده اندی، باید برایشان کرفس بخریمندی. آورین گاوهای طویله ما خیلی مهم می باشندی. بیا 250 سکه. کت خدا آقا، آقازاده های من در کانادا آباد در صمیمی خوانندی، خرج دارد، خیلی ضروری می باشندی. آها خوب شد گفتی. 100 سکه هم برای تو. 200 سکه باقی میماند برای پر کردن یخچال خانه خودم. سهم منقل و وافور هم که هست، بقیهش هم که میرود به حساب امامزاده فینیتو. کت خدا آقا، کسری بودجه را چه کار کنیمندی؟ ای وای راست میگویی. آها فهمیدم. جبران کسری بودجه کار اهالی می باشندی. نمی شود که ما همش به اهالی خدمت کنیمندی، آنها هم باید یک کاری بکنندی. از فردا به سراغ اهالی رفته و جیبشان را خالی کنندی. هر خانوار 10 سکه طلا به اضافه نصف دستمزدشان را باید به کت خدا همی بدهندی تا کسری بودجه جبران شوندی. کور خوندی دیگه، اهالی پولی براشون نمونده که بخوای غارتشون کنی. حالا نوبت اهالیه که حقشون رو از حلقومت بیرون همی بکشندی. دشمن ما کت خداست، اون سکه ها حق ماست.